و کراچیوانا استاد هستند و مردم از این بغل سرک میرن. طرف هم دوستان عزیز تالار عروسی زیبا، مقبول و عالی، کاخ عروسی ستاره شام شما در تصویر میبینید که یکی از بهترین و زیباترین صبح در زمستان مزه میده. وقتی که آدم از تمرین برای زله و مانده باشه یک سوپ بخوره. نه تابستان و قدر کس علاقمند سوپ نیست دوستان عزیز، من فکر نکنم. دوستان عزیز کار قیرریزی سرک کوتل الی چهارراه قنبر همچنان به اتمام رسید. سلام و درود سارا تک تک شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین. دوستان نهایت گرامی، امروز به یکی از بیربارترین و شلوغترین بازارهای شهر کابل یعنی بازار کوتل خیرخان آمدیم. او هم در چه وقت دوستان عزیز؟ در وقت دیگر یا وقتی که مردم به خاطر خرید بیرون میشن. بازار تقریبا دوستان عزیز از اینجا شروع میشه، از قبل شروع شده یا بگویم بهتر است دیگه ما تو به پیش میره دیگه میریم به پیش میبینیم در بازار چی است، کار کوتل چقدر پیش رفته. قسم میبینین بازار به اندازه بیربار است. خب دوستان عزیز، به خاطر از اینکه سرک هنوز پیاده روی‌هایش جور نشده، هیچ جور نشده، کمتون نیست دوستان عزیز که هیچ پیاده روی‌های از این بخش شهر کابل جور نشده. به اون خاطر دیگه همگی از سرک میره، از پیاده رو کسی استفاده نمیکنه، پیاده رو نداره اصلا. اون طرف از دوستان عزیز ببینین خامس و کراچیوانا استاد هستن و مردم از این بغل سرک میرن. طرف هم دوستان عزیز تالار عروسی زیبا، مقبول و عالی، کاخ عروسی ستاره شام شما در تصویر میبینید که یکی از بهترین و زیباترین تالارهای عروسی، البته بهترینش میتونیم دوستان عزیز در سمت کوتل و شمال کابل بگوییم و یکی از بهترین ها در خود کابل. برو بیادر بیا. باشه دوستان عزیز، گفتم که این بازار بسیار بیربار است چون که کوتل خیرخانه نفوذش به حد و اندازه است. همه بازارها دوستان عزیزم تو می باشند، اما این بازارها زیادتر جای پای با آدم نمی باشه دیگه چیز خوب در جایش. حتی بیربار موترها دوستان عزیز هم به این حد است. ببینیم موترها بند هستند. طرف دیگه ببینیم دوستان عزیز طرف سبزیجات فروشی هاست، کالاست، لباس است. ببینین دوستان عزیز رومی رو ببینین، رومی وقتش هم خلاص شد، دوباره قیمت شده دوستان عزیز، تا قیمت های بسیار پایین آمد اما دوباره به حد اندازه قیمت شد. این هم سوپ فروشی، سوپ میفروشن دوستان عزیز. سوپ در زمستان مزه میده، وقتی که آدم از تمرین برای زله و مانده باشه یک سوپ بخوره. نه تابستان و قدر کس علاقمند سوپ نیست دوستان عزیز، من فکر نکنم. بازار دوستان عزیز به نهایت بیربار از این طرف. خب همه چی هایش است، سبزی فروشی ها و ترکوری است. باز پشت سر این ساختمان ها که از دوستان عزیز یا ساختمان های لباس است، ساختمان های پوشاک است دیگه دوستان عزیز، وسایل الکترونیکی است و بقیه چیزها دیگه باز این ساحات فروخته میشه. بازار ببینید دوستان عزیز به حد و اندازه بیربار است و بیربار خود داره. ما هم بیربارترین وقت ممکنش آمدیم که شور بازار براتون نشان بتم. ببینید دوستان عزیز چی حال است. هر کس زمین غم خرید و فروش هست، فروشنده ها میفروشند، سر قیمت بالا چانه میزنن و خانم ها کلا خریدارها دوستان عزیز، خانم ها به خاطر گفتم خانم ها یک ذره زیادتر چانه میزنن دیگه، بازو کوشش میکنن قیمت پایین بیارن خریدارها دیگه، باز جور میگیرن. این هم دوستان عزیز قصر لباس و پیرزاد سنتر و اینش هم قصر لباس
که همین مارکت قصر لباس است که این بخش شهر کابل به همین نام میشناسن دوستان عزیز، به همین نام قصر لباس شهر کابل. دوستان عزیز کار قیرریزی سرک کوتل الی چهارراه قنبر همچنان به اتمام رسید. دیگه یک روز میریم انشالله یک ویدیو از اونجا می داشته باشیم، میبینیم اوشه و باز دوباره میاییم. نیرمین نزدیکای ماست، اگر رسیدیم تا اونجا دوستان عزیز حتما براتون نشان میدم. این بیربار که میبینین دوستان عزیز کلا از خاطر از امور است. این بیربار دیگه کمربند میخوره دیگه، به خاطر که موترها هم به دست میاین، هم جای بریدگی نداره که سرک دیگه دور بخورن دیگه ناچار به دست میاین، هم به دست آمدن باعث از این بیربار میشه. ببینید دوستان عزیز اینجا این مارکت نو جور شد، مارکت مدینه که این دوستان عزیز مارکت پوشاک هستی که بیربار دوستان عزیز امروز واقعا زیاد است. خودم تعجب کردیم از این بیربار امروز نسبت به دیگر روزا بسیار بیربارتر هست و بسیار شلوغتر است. کوتل خیرخانه، انگور است، رومی هست و این بازار ترکاری دوستان عزیز که مردم این تو جمع شده و بیربار شده داره. ببینید دوستان عزیز این بازار یک کجکیش دور خورده طرف از این سرک یک طرف چهارراهی قنبر هم میره. این سرک دوستان عزیز همون سرک است که طرف چهارراهی قنبر میره براتون گفتم. کراچیوانا دوستان عزیز سر جای کراچی جنگ دارن. این همون سرک از دوستان عزیز ما اصولا میریم، این هم بیربار از اینجا جور میشه دیگه. این هم دوستان عزیز سیب و همین چیزا دیگه. ترافیک هم این از سال هستن 24 ساعت ترافیک های ما خیلی ببینن دوستان عزیز که در خدمت مردم هستن. واقعا در این خاکباد در این اوقات مشکل است استاد شدن در آفتاب یا هر جوریه. خب دوستان عزیز بریم کو طرف سرک بریم، کو طرف سرک رو ببینیم که چی هست. باز اما تو میریم اینجا دوستان عزیز دیگه. سرک های افغانستان قسم است که چراغ یا پل هوایی بسیاریشان نداره و ما بارها در ویدیو براتون گفتیم به خاطر که نشه باز انتقاد کنین ندارن و هر کس حتی اطفال مجبور به یه هستن که خودشان از سرک بگذرن. خب دوستان عزیز گفتم کار کوتل هم براتون کمتونش نشان میتم. این جایی که من فعلا قدم میزنم این رومیا فروخته میشه هیچ گلدان هست. این سرک هم دقیقا دوستان عزیز پرکاری شده، نو تخت شده، اونو سرکش قیر شده و قدر که در ویدیو گذشته رو براتون نشان دادم. این سرکش هم در حال تخت شدن و پر شدن هست. این قسمی که در تصویر میبینین برخلاف از اون طرف دوستان عزیز طرف بسیار فرصت، بسیار آرامی و بسیار کم سر صداست و این واقعا جالب است دیگه. سرک دوستان عزیز پر شده میره، وقتی پر شده تا شهرک صلح همچنان قیرریزی شده. فکر کنم حتی تا خانه کهکشان رسیده قیرریزی دو طرفی از اینجا. همین بخشی که من قدم میزنم همون بخشی که موترها میرن، اما این طرفا دیگه در دست پرکاری هست و هنوز مکمل نشده. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین، ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همه تانه به الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روزگار خوب خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.